خب امروز در خدمت آقای یاسر همرنگ، یکی از داورهای خوب سالهای نچندان دور کشورمون هستیم. آقای همرنگ سلام، خوش اومدین. با عرض سلام خدمت شما و کاربرای عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما. ان شاءالله که یه بحث خیلی خوب باشه و حرفای خوب بزنیم و به درد بخور ان شاءالله. خب آقای همرنگ، روزها مشغول چه کاری هستین؟ یکم از فضای داوری به حال دور شدین. بله، من که معلم آموزش پرورش هستم و توی هنرستان دبیر ورزشم. 3 روز اول هفته میرم مدرسه، بقیه‌اش هم خونه هستم و تولید محتوا میکنم. مشکلات فوتبال و داوری و چیزایی که به ذهنم میرسه رو میگم. خیلی هم عالی. این روزها VAR به فوتبال کشورمون اومده. اصلا به نظرم راجبش بحث نکنیم بهتره. VAR 3 تا نقطه. VAR خیلی ما در زمینه VAR یه مقدار عجولانه تصمیم گرفتیم برای اینکه میخواستیم به شروع این لیگ VAR رو برسونیم. منتها هیچ وقت هیچ مجموعه عاقلی نباید سرعت و فدای کیفیت بکنه، ولی ما این کارو کردیم. هم توی آموزش داورانمون خیلی عجله کردیم، یعنی اونجوری که باید جا بیفته توی داورانمون نیفتاده، و از اون یه دونه قدم عقب‌تر ما توی زمینه تشخیص خطاها در داوران ایران یک نواخت نیستیم. یعنی یک داور یک صحنه رو اخراج میکنه، یک نفر اخطار میده، یک نفر خطا نمیگیره. یعنی اینقدر با هم دیگه تناقض داریم و این به خاطر آموزش ماست. ما سالهاست که از مدرس خارجی تو ایران استفاده نکردیم، به خاطر اینکه فدراسیون فوتبال دیدش به داوری اینه که صرفه جویی کنه و پول خرج نکنه. ما نیاز به مدرس خارجی داریم، مدرسی که از فیفا بیاد و داورامون رو یکسانسازی کنه قضاوتشون. تا وقتی که داورای ما یکسانسازی نشه قضاوتشون، این مشکلات ما تو به VAR تسری پیدا میکنه. چرا؟ چون همون داور باید ببینه تصمیم بگیره. وقتی داور، من یاسر همرنگ مثلا با شما دیدمون نسبت به یه خطا فرق کنه، من شما رو صدا میکنم، وقت بازی کشته میشه، شما میبینی میگی نه خطا نیست، یا برعکس. هی بازی میخوابه که میشه یه بازی مثلا 28 دقیقه وقتش تلف میشه. برای همین ما اولین قدم اینه که مدرس خارجی بیاریم، داورانمون رو بروز کنیم، یکسانسازی کنیم قضاوتشون رو. در وهله بعدی دوربینامون رو بیشتر کنیم که یه زوایایی داور ببینه که توی بازی ندیده. مطمئنا بعدش میشه در مورد VAR صحبت کرد. ما هنوز قبل از VARیم. ما قبل از اینکه به VAR برسیم رفتیم پله 4م. این پله 4م باعث شده که یه گپی بینش ایجاد بشه و این مشکلات ایجاد بشه و تا وقتی که ما این مشکلات رو نپذیریم حل شدنی نخواهد بود. درست. مثلا همین بحث تشخیص‌های داور، الان این پنالتی، اخراج گلیسیانی یا ولسیانی در واقع درست بود به نظر شما؟ میگم این الان مثلا یه تصویری دادن که مثلا از یه زاویه دیگه است. اول اینکه اینجوری نیست که شما یه تصمیمی بگیری، اخطار بدی، اخراج کنی، بعد 3 روز بعد تصویرشو به مردم نشون بدی. شما باید همون روز، همون لحظه تصویری رو که داور میبینه و باهاش تصمیم میگیره مردم هم ببینن. دیگه 3 روز بعد فایده نداره. حتی اگر شما بگید الان 100% اون اخراج داره با این تصویر، هیچ کس نمیپذیره. همون که تو مغزشون شکل بسته و نقش بسته اون مهم. برای همین بعد ما در زمینه همین خطایی که روی آقای ولسیانی شد، خطاهای مشابه این تو همین لیگ داشتیم و اخراج نشده. بعدش گفتن نه چون پا به صورت مستقیم نبوده، پا قدرت مثلا شدت نداشته، برای همین اخراج نداره. بعد اینجا گفتن نه این استثناء، که حتی قانون رو غلط گفتن. استثناء وقتی که برای تصاحب توپ نباشه، اینجا توپ در جریان بوده و اصلا ایشون قصدی نداشته و واقعا با این تصویری که ما داریم میبینیم شدتش هم واقعا نمیشه تشخیص داد. برای همین از نظر من اخطارش خیلی عقلانی تر بود، ولی حالا آقایون میگن نه اخراجش درسته. هر داوری میتونه نظر خودش رو داشته باشه، کسی هم نباید دست کسی ناراحت بشه. بحث فنیه، تو بحث فنی نباید کسی دست کسی ناراحت بشه. ولی اینکه کمیته داوران بیاد صحنه ها رو با توجه به اسم داور و اون تصمیمی که گرفته هی بخواد توجیه کنه، عوض کنه، کارش پیش نمیره. نمیشه که تو 2 تا صحنه مشابه 2 تا نظر متفاوت بدی. مردم میفهمن و این اعتمادی که اصلا وجود نداره هم از بین خواهد رفت. الان فرمودین که شما این اخراج در واقع شما 100% نبود، اصلا شاید اخطار داشته.
داورم اخطار داد و وی آر صداش کرد که بیا ببین. منتها وقتی رفته دیده اون تصویری که حالا ایشون دیده میگه من دیدم که مثلا ضربه خورده محکم بوده، ولی خب اون تصویر رو مردم ندیدن واقعا. تا وقتی نبینن اعتماد نمیکنه. در واقع بحث آموزش هست دیگه. اگه داور، حالا داورای ما همشون به صورت یکسانی یه آموزشی دیده باشن، آموزش اصولی وی آر رو دیده باشن، این مشکل قطعاً به وجود نمیاد. بله. این اخراج به نظر من و حتی خیلی بازی دیگه شده که اخراج بوده، اخطار بوده، پنالتی بوده، تاثیر مستقیم تو نتیجه بازی میذاره. بازی یکیه که داور اخراج میکنه یه نفر و کلا ورق بازی برمیگرده. الان بازی تراکتور یه صحنه بوده از این خیلی شدتش بیشتر بوده. دقیقه 2 بازی باید بازیکن اخراج میشد. وی ای آر هم داشت، نشد. اصلا هیچ کس هم بهش نپرداخت. چرا؟ چون پرسپولیس استقلال نبود. خب چطور توی یه لیگ توی یه هفته دو تا اتفاق که یه اتفاق بالاتر و بزرگتر بوده هیچ کی بهش نمیپردازه، یه اتفاق کوچیک‌تر بوده و آرومتر بوده همه بهش میپردازن، یعنی اعضای کمیته داوران رو نمیدونم رئیسش و رئیس دپارتمان رو. چرا به اون نمیپردازی؟ چرا اونو نمیگید اخراج داور اشتباه کرده؟ اگر میخواید بگید نه اون درست بوده این غلط بوده، واقعا دیگه آدم شاخ در میاد. این بحث آموزش، بحث یک نواختی قضاوت واقعا مهمه. یکی دیگه ما به داورانمون اعتماد نداریم. ما 14 نفر الان داور ملی هستن که وی ای آر مدرکشو گرفتن، 7 نفر داور بین‌المللی که میشه 21 نفر، 9 نفر هم کمک داور بین‌المللی میشن 30 نفر. از این 30 نفر شاید باورتون نشه فقط 5 الی 6 نفرشون به عنوان نفر اول وی ای آر نشستن، یعنی بقیه رو قبول ندارن. چرا قبول ندارید؟ چون خوب آموزش ندادید. خوب آموزش ندادید که کار شده داور شنبه سود زده، چهارشنبه رفته وی ای آر، جمعه رفته ای وی ای آر، دوباره دوشنبه داور. خب خسته میشه تو کل ایران بچرخه، هم لحاظ بدنی هم لحاظ ذهنی. و چقدر هم اشتباهات بدی کردن تو اون بازی، همون بازی نساجی با خیبر خرم‌آباد. معلومه که داور خسته میشه، انگیزه‌شو از دست میده، بقیه داور سرخورده میشن. این مدلی نیست که شما فقط به یه عده خاص بپردازی بقیه رو ندیده بگیری. خب اون بقیه هم ناراحت میشن، این انرژی منفیشون تو داوری سرایت پیدا میکنه، برای همین اشتباهاتمون هم بیشتر میشه. من میشه یه داور امروز سود بزنه 7 هفته دیگه بهش داوری ندید، یه داور امروز سود بزنه دوشنبه سود بزنه جمعه هم بازی داشته باشه. خب این عدم عدالته. عدم عدالت باعث عدم همدلی میشه. تو مجموعه‌ای که همدلی وجود نداشته باشه هیچ وقت به سرمنزل مقصود اون مجموعه نخواهد رسید. این نگاهه به داورا فرق داره. 100% خیلی فرق داره. اصلا این عجیبه. این که این حد شما بین داورات فرق بذارید، در صورتی که اینقدر فرق بین داورا وجود نداره. داوری ما یکی بهترینش نمرش از 10 مثلا میگم 9، اونی که ضعیف‌تره 7.5. خیلی مثلا این مردود نیست این 100 باشه. میشه اینا رو به هم رسون با اون توجه بیشتر، ولی اینا نه، این 7.5 رو میکنن 4، این 9 رو میخوان بکنن 10، ولی این 9 هم با عملکرد زیاد میارن 7.5 میکنن چون خسته‌اش میکنن. درست. گفتیم وی ای آر دربی سال پیش بود فکر کنم. دربی سال پیش تو داخل کشورمون استفاده شد و خیلی حاشیه داشت. وی ای آر فیک، اشتباهات وی ای آر. نظرتون راجع به اون بازی چیه؟ بازی که حتی اصلا به درخواست تیم‌ها گفتن که آقا صحبت‌های اتاق وی ای آر رو مثل لیگ‌های خارجی بریم ببینیم داستان چی بوده. خیلی حاشیه داشت و منتشر نشد و همچنان هم اون قضیه بولده و مردم یاد میکنن از اشتباهه. از این قضایای مشکوک خیلی زیاد داریم و مهمترین دلیل شک مردم اینه که فدراسیون فوتبال و ارکان مختلفش با مردم شفاف نیست. عدم شفافیت باعث شک و تردید میشه. الان مثلا برای این بازی اومدن بازی خیبر با نساجی، اتاق وی ای آر مکالمه‌شو پخش کردن. از یه جهاتی شاید درست باشه ولی ضررش خیلی بیشتره، چون الان بقیه تیم‌ها متوقع میشن شما هر بازی که دیگه به مشکل بخوره باید این کارو بکنی. میگه چرا فرق من با بقیه تیم‌ها چیه؟ چرا اونو کردی؟ چرا اینو؟ برای همین شما یا نباید از یه جای رد شی یا اگه رد شدی دیگه رد شدی. اینا الان از این مرحله رد شدن و چقدر زشت شد که تو همین مرحله چه اشتباه بزرگی کردن که یک نفر از بیرون با داورا در ارتباط بود و این کار غیر قانونیه و به دروغ زیرش اسم داور رو نوشته بودن ولی صدای یک نفر دیگه بود و عجیب بود. در مورد اون بازی دربی هم ما خب اون موقع که اصلا وی ای آر نداشتیم و تجربهش هم نداشتیم،
حتما ایرادایی وجود داشته و من داور عراقی بودم فکر کنم. داور وی ای آر عراقی بودن. داور وی ای آر عراقی بودن. حتی ما پول دلاری که باید به اونا میدادیم هم نداشتیم. یکی از کمک داورا ازش قرض گرفتن $3000 و به اونا دادن و اونا رفتن. اینقدر ما اوضاعمون بعضی وقتا به مشکل میخوره. آره. و دیگه اون بازی هم اونجوری بود و دیگه جزئیاتش خیلی نمیدونم واقعا. اون بازی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. گزارشگر بازی میومد بغل زمین میگفت آقا پنالتیه. از اتاق وی ای آر مثل اینکه حالا یه چیز دیگه ای میگفتن. خیلی جنجال به پا کرد اون بازی و به نظر من اگر که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم یا درست و اصولی پیش ببریمش و آقا مهر بسم الله رو بزنیم شروع کنیم دیگه تا تهش هم با کیفیت. متاسفانه اینجوری نیست. ما تو ایران با روش سعی و خطا میریم جلو. ما حتی تو جای دیگه هم اینو دیدیم. متاسفانه میگیم حالا شروع شه، تو شروع درست میشه. اصلا این حرف غلطیه. ما یه چیزی رو اگر دیر شروع کنیم بهتر از اینه که ناقص شروعش کنیم، چون اون ناقصه ضربه میزنه به داوره که ویترین این فوتباله، داوره که میره تو زمین باید با بازیکن‌ها، با مربی‌ها، با تماشاگرها ارتباط برقرار. وقتی تو داورتو از بین ببری با این ناقص بودن وی ای آر، در واقع داری نیروی انسانی تو از بین میبری. نیروی انسانی تمام سرمایه یک مجموعه است. شما وقتی به نیروی انسانی خودت اهمیت قائل نشی و اونو بذاری سیبل کارات و بعد دست خالی بفرستی در مقابل کسایی که مثلا مسلسل و تانک و نمیدونم تیروار و اینا دارن، خب معلومه که این آسیب میبینه. بازیکنی که 60 میلیارد گرفته با داوری که قرار 6 میلیون بگیره، اینا هم قد هم دیگه نیستن. هر چقدر این داور تلاش کنه باز هم پس مغزش اون قوی‌تر هست، هم قوی‌تر به نظر میاد. شاید یه داور تو 90 دقیقه آدم قوی به نظر بیاد، ولی همه داور ما، حالا همه نه، اکثر قریب به اتفاقشون دچار بحران‌های روانی هستند و مشکلات بسیار روانی شدید دارن. مگه میشه یه داور توی مجموعه باشه ببینه همه دارن ازش منتفع میشن و این داره پولم خرج میکنه واسه اینا؟ خب معلومه یه جا بهش فشار میاد. شاید حالا زورش به این رئیسه نرسه، ولی بره خونه حتما با خانمش دعواش میشه، بره خونه حتما به بچهش زور میگه، برای اینکه این زورگویی درش به وجود اومده. ما تو فوتبالمون چیزای عجیب غریب کم ندیدیم. میرسیم به مبحث سکلای گس. چرا این اتفاق میفته؟ چرا باشگاهی همچین حرکتی میزنه و چرا داور قبول میکنه؟ چرا این اصلا اتفاقا داره تو فوتبال ما میفته و حالا اون داستان بوده؟ هزار تا معیار دیگه، هزار تا اتفاق دیگه، مثلا داستان مثل رفسنجان. چرا این اتفاق داره میفته؟ در مورد اون گز و اینا که سالهای خیلی پیش بوده و دیگه الان نیست، خیلی گذشته بوده و اینکه داورم نگرفته، داور خودش رفته گفته. به نظر حالا دیگه قبلیاشون گرفتن یا نگرفتن من اطلاع ندارم، ولی اونی که گفت، یعنی کسی که گرفت گفت که همه فهمیدن. در مورد مثل رفسنجان و این داستاناش هم به نظرم مهمترین نکتهش همین عدم شفافیت و سرعت عمل و اینکه ما داورانمون باید بهشون یه چیزی بدیم که یه چیزی بخوایم. ما به داورانمون هیچی نمیدیم و همه چی ازشون میخوایم. گذشت اون زمان که شما با عشق و علاقه زندگیت میرفت جلو. الان شما اگر در یه جایی 1 ساعت وقت بذاری و از اون 1 ساعت عایدی نداشته باشی، از زندگیت عقب میمونی. اینو بر داورامون هم همینه. داور از اینجا بره اهواز یه بازی قضاوت کنه، برگرده 3 روز وقتش گرفته میشه. مجموعه میخواد بهش 1 سال دیگه 6 میلیون تومان بده. 6 میلیونی که الان زیر $100، شاید 1 سال دیگه بشه $20. خب این شما خودت داری این مجموعه تو، یعنی با بی‌توجهی بهش داری اونو سوق میدی به این سمت. در زمین همین مثل رفسنجان هم الان گفتن که 3-4 تا داور بودن، الان همه رو لاپوشونی کردن و گفتن نه الان همه اون داوره که اسمشون بود دارن داوری میکنن. چطور میشه اصلا یه چنین چیزی؟ فقط آقای افشاریان محروم شده یا از کمیته داوران اخراج شده؟ مگه آقای افشاریان خودش میتونست بره قضاوت کنه؟ آقای افشاریان رئیس بودن، پس بقیه چی شدن؟ من احساس میکنم اینجا یه فدراسیون فوتبال باز هم یه کاری کرد، یه مخفی کاری داره میکنه یا یه چیزی رو پنهان میکنه یا نمیگه به ما. واقعا نه که به من، به همه مردم نسبت به فوتبال بی‌اعتمادن، چون که فدراسیون فوتبال شفافیت نداره. این شفافیت نداره، حال همه رو بد کرده. باید بپذیرن. الان باید بپذیرن که آقای افشاریان چطور فقط تنهایی محروم شدن، تنهایی از کمیته داوران اخراج شدن. مگه میشه؟ پس شما که میگفتی چندین داورن، داوراش کیا بودن؟ کجا هستن؟
مگه سیستمی که سالمه با آدمی که فاسده، با داوری که فاسده تعارف داره؟ آقا این داور رفته، داور یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی داره. من داور اگر پول بگیرم نمیتونم بگم دوست داشتم بگیرم. تو آبروی همه داورا رو بردی، باید جوابگوی همه باشی، چون که تو اسم داور خراب کردی. باید اینو حتما فدراسیون فوتبال در موردش روشن کنه که کیا بودن، چی شدن، چه برخوردی باشون شده. دید مردم الان نسبت به داوری خیلی اصلا دید منفی و تاریکی شده و دلیلش هم همین چیزاست. دلیلش همین پنهانکاری فدراسیون، پنهانکاری کمیته داورانه. بله، هم پنهانکاری، هم عملکرد غلط، هم حمایت بیجا. یه جایی که یه وقتایی از سر سوزن رد میشن، یه وقتایی از در دروازه رد نمیشن، یه وقتایی یه خطای واضحی رو میگن نه خطا نیست، یه وقتایی اصلا خطا هست و میگن خطا نیست و میگن هست. یعنی همه چی رو اونجوری که خودشون دوست دارن میگن. بابا صداقت از همه چی بهتره. صداقتی که آدمو نجات میده. حتی اگر داوری اشتباه کرد بپذیری که آقا این داور من اشتباه کرده، 4 هفته محرومش کنی، همه ببینن و بفهمن، مطمئنا خیلی اوضاع بهتر میشه تا اینکه تو همه چی رو پنهان کنی، با توجه به اسم داورا باشون برخورد کنی، با یه داور یه مدل رفتار کنی، با یه داور یه مدل دیگه رفتار کنی. این مطمئنا باعث میشه که این اعتماد روز به روز از بین بره و کارمون به اینجا رسیده بشه. الان بین خود داورا همدلی وجود نداره، اعتماد وجود نداره. خود داورا یه چند تایی هستن که 6 7 تایی هستن مرتب بازی میرن، بقیه دیگه همه با اونا زاویه دارن. خب نباید مسئول بذاره کار به اینجا برسه. از ضعف مسئوله که کار به اینجا رسیده. الان داورای ما، خب حالا این مسئله رو شما گفتین و خب حالا شرایط درستی هم نیست دیگه، هم بین داورا هم بازیکن‌ها و هم هوادارا اصلا دیگه اعتمادی ندارن به این زمینه. و حالا در امتداد اون صحبتی که داشتیم، ما تو فوتبال اروپا یه داور داریم، یه داور بود، حالا اسمش هم دقیق یادم نیست. این بنده خدا تو لایف استایلش، تو زندگی شخصیش، حالا یه مسیری انتخاب کرده بود، یه حالا لایف استایلی داشت که کمیته داوران و حالا فدراسیون اون فوتبال ورود کرد، داور رو محروم کردن. چرا؟ چون داره به حالا اسم داوری اون کشور لطمه میزنه، داره آسیب میزنه. ولی خب فوتبال ما نه، فوتبال ما داخل فوتبال هم فساد انجام میشه متاسفانه. آره دیگه، وقتی اون سیستمی میتونه برخورد کنه که خودش سالم باشه. سیستم سالم با کسی تعارف نداره، ولی سیستمی که خودش حرف و حدیث پشت سرش زیاده و داستانهای زیادی داره نمیتونه برخورد کنه. وگرنه منی که اگه سالم باشم چرا برخورد نمی‌کنم؟ مگه بدهکارم؟ آقا شما به عنوان کسی که داوری مثلا خدای نکرده رشوه گرفتی، چرا باید برخورد نکنم؟ اگر با تو هم دست نیستم، اگر تو رو حمایت نمی‌کنم، معلومه که باید تو رو محروم کنم. 2 تا 4 تا. حالا تمام این صحبت‌ها رو بذاریم کنار. چند سال دیگه سیستم داوری ایران درست میشه؟ اصلا کی درست میشه؟ کجا استارتش میخوره؟ درست میشه اصلا؟ عرض کردم، قبلا هم عرض کردم، الانم میگم. برای درست شدن یک خرابی اولین قدم اینه که بپذیری. وقتی نپذیری هیچی درست نمیشه. ما اسفند یک انتخابات بسیار مهم داره. اگر این مجمع همین افراد رو انتخاب کنن، یعنی اینکه میخوان همین شیوه بره جلو و این شیوه تهش سیاهیه، یعنی غیر از سیاهی چی نیست. سیاهی برای ما که به فوتبال علاقه داریم و دنبال منافع نیستیم، وگرنه خودشون که حالا اونایی که اون بالان و فوتبالیان فکر می‌کنم برای خودشون آره بد نمیگذره، ولی واقعا مردم با این فوتبالی که الان وجود داره حالشون خوب نیست، نه در سطوح باشگاهی و نه در سطوح ملی. لحاظ نتیجه گیری اوکی خوبیم، ولی نتیجه‌ای که با دل آدمو همراه نباشه به درد نمیخوره. به نظر ما مهمترین اتفاقی که توی اسفند میخواد بیفته اینه که مجمع ما بفهمه و متوجه باشه که مردم از این سیستم و از این سیستمی که رو راست نیست با مردم خسته است و آدم جدید بیاد انشالله که فوتبال ما درست میشه، وگرنه نه درست شدنی در کار نیست. من گزارشگرم حوصله‌ام سر میره، یعنی این بازی انقدر کلافه کننده میشه، انقدر مکس توقف، هزار تا حاشیه داری که من گزارشگر یکی از بازی‌ها یادمه داشتم دعوا رو گزارش می‌کردم، گفتم آقا اینجا دعوا شوشویی داریم نمی‌ذارن. شما مثلا می‌خوای بریم مثلا لیگ برتر، لیگ یک رو داریم، تو لیگ‌های پایین‌تر افتضاح اوضاع. ما اشتباه متوجه شدیم، ما باید به رده‌های پایه، به بانوان، به اینایی که
از لحاظ فوتبالی عقب‌ترن رسیدگی کنیم که اینا رو برسونیم، نه اونی که اون بالاست. اون بالایی هم داریم خراب میکنیم. ما تا وقتی که به رده‌های پایه‌مون رسیدگی نکنیم، هم تو داوریش هم توی بازیکناش، اصلا بحث مسابقه و نتیجه و اینا رو باید فراموش کنیم تو رده‌های پایه. ما تو سنین زیر 14 سال الان دعوا و چوب‌کشی داریم. تو کل دنیا چنین اتفاقی نمیفته. ما زیر 14 سال باید مسابقات، حتی در AFC هم مسابقات حرفه‌ای رو از زیر 14 سال حذف کرده. دیدشون دید فستیوالیه، دید شادیه، دید خوشحالیه، دید آموزشه، دید رشده، اصلا دید رقابت نیست. ما رفتیم رقابت رو بردیم تو اونا. از اون بچه، از اون سن داریم شروع میکنیم هی دعوا و فحاشی و تماشاگر و داور توهین کنه و درگیری. خب نتیجهش میشه این. یا در زمینه بانوان ما یهو همه تیم‌ها رو مجبور کردیم به خاطر بحث حرفه‌ای تیم بدن، لیگ 2 تیم بدن، لیگ 1 تیم بدن، لیگ برتر. کلا 55 تا مسئولشون میگه داور داریم. خب شما 55 تا داور من میتونی لیگ 1 2 برتر رو انجام بدی؟ خب نمیتونی، مجبوری تکراری انجام بدی. داورای تکراری، داوری که تکراری شد دیگه نظام تنبیه و تشویق وجود نداره. وقتی تنبیه و تشویق وجود نداشته باشه داوری رشد نمیکنه. بعد اون داوره که خوبم هستن، من الان دارم عملکردشون رو واسم میفرستم میبینم بسیار ضعیفن، هم لحاظ بدنی. داوره خانم و متاسفانه جدی نگرفتن، نه تست رو جدی گرفتن سیستم، نه داورا جدی گرفتن و مشکلات فراوانی هم دارن، چون نه جایی برای تمرین دارن و برای همین نه پولی میگیرن نه انگیزه‌ای دارن. خب تاثیر میذاره رو بدنشون که برای دویدن. علاوه قوانین رو بعضیشون نمیدونن. داور ما الان داور درجه 2 1 داریم که داره لیگ برتر میاد قضا. خب این داور باید جای دیگه رشد میکرده تا به این مرحله برسه، نبوده اون جای. ما نمیتونیم اینا رو یهو بیاریمشون لیگ برتر، لیگ 1 که الان رسانه بهش ورود کرده و آبروریزی خواهد شد. ما باید اولین گام در مورد فوتبال بانوان اون مسئولشون که یه خانومیه که بالای 15 سال اصلا داور نبوده. خب کسی که داور نیست نمیتونه داوری رو رشد بده، فقط داور میچینه. خب این اشتباهه. باید اول یه خانومی که داور بوده خاک این کار خورده بیاریم اونجا، بحث آموزشی بذاریم، آموزش قوی، بحث بدنیشون، تمرینات خوب، و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم ازشون کار خوب بخوایم. تا این کارو نکنیم اون درست نمیشه. پایه همینطور، تیمای پایه‌مون رو قوی کنیم، رده‌های پایه‌مون رو مسابقاتشو زیر 14 رو بکنیم حالت فستیوالی، و جوانان آدمایی رو بیاریم توی سیستم مربیگری که حالت معلم داشته باشن، به بچه چیزی یاد بدن، نه اینکه از همون کوچیکی دعوا و نمیدونم فحاشی و درگیری و اینا رو یاد بدن. این بچه میاد جوانان، میاد امید، میاد لیگ برتر، میره تیم ملی، میره بازی خارجی، اعتراض میکنه، دقیقه 3 اخراج میشه، تیم ملی ما ضربه میخوره. اگه بخوای ریشه یابی کنی امروز مقصر بوده نه اون موقع. ولی خب میگم یه آدمی میخواد که دلسوز واقعی باشه، فقط نوک دماغ خودش رو نبینه، آینده رو ببینه، هزینه کردن برای بچه‌ها رو به چشم هزینه نبینه، برای خانم‌ها رو هزینه نبینه، به چشم سرمایه‌گذاری ببینه و بدونه اگر من برای این بچه 13 ساله خرج کردم، اگه برای این داور 19 ساله خرج کردم، دارم سرمایه‌گذاری میکنم که این 30 ساله شد برگردونه به من، 10 برابرش رو برگردونه. ولی این نگاه وجود نداره. الان دو تا مسئله شد، فوتبال بانوان، فوتبال پایه. فوتبال بانوانمون که اصلا تو همه، حالا در واقع میشه گفت مواضع افتضاحه. فوتبال بانوانمون با برانکارد نمیبرن مصومو 3-4 نفر دور برشون میگیرن. حالا اونا گفتن که برانکارد بوده، ولی واقعا اگر برانکارد بوده که نباید اونجوری بوده، چون من خب بالاخره ما فوتبال هیچ وقت بازیکن در لحظه نمیاد اونجوری بگیره، مگه اینکه گل عقب باشن جلو. اون من احساس می‌کنم 5 دقیقه اونجا خوابیده بوده دیگه، ناامید شدم که اونجوری داشتن می‌بردنش بیرون. بعد دیدن یه عکس دیگه منتشر کردن، یه 2 تا خانم دارن با برانکارد میدوئن. اگه قرار بود اونا اونجوری بدوئن که اینا دیوونه نبودن اینو اینجوری بیارن بیرون. بعد حالا می‌خواستن درستش کنن، گفتم همون چیزی که اول میره تو ذهن آدم همون میمونه. حالا گفتن که نه برانکارد بوده، حالا برانکارد هم بوده، نمیدونم زمینشون هم خوب بوده، بازیاشون هم خوب بوده، داور، ولی حالشون با این بازی‌ها خوب نیست. مربیاشون به من میگن اصلا یه اشتباهاتی داورا لحاظ قانونی میکنن که معلومه که بلد نیستن و این بلد نبودن واقعا آسیب میزنه. درست. رده‌های پایه هم یه نوع دیگه، اونجا فوتبالشون خب بهتره، ولی بچهای الان مثلا باشگاه تهران توی چمن‌های مصنوعی بازی میکنن. اگر چمن مصنوعی خوبه چرا لیگ برتر رو مصنوعی نمیکنن؟ چرا لیگ 1 رو ممنوع کردن؟ چون آسیبزاه. درست.
تو وقتی رده‌های پایت رو میبری تو کمر مصنوعی، یعنی برات مهم نیست آسیب اونا، اون آینده فوتبالته. فوتبال تهران رو من بیشتر روش آگاهی دارم در موردش حرف میزنم. فوتبال تهران درگیر برگزاری مسابقات زیاد شده. وقتی تو خودتو درگیر مسابقات زیاد بکنی، از کیفیتت میاد پایین. همون اتفاقی که الان برای فوتبال تهران افتاده و فقط به چشم یه بنگاه اقتصادی بهش نگاه میشه. بنگاه اقتصادی تو ازش نمیتونی بخوای رشد کنه. رشدی وجود نداره تو بنگاه اقتصادی. تو بنگاه اقتصادی مربی فکر پول خودشه، بازیکن فکر اینه که یه پولی بده بتونه رشد کنه، داور میبینه پول نمیگیره فکر یه چیزای دیگه میفته. مگه میشه تو باشگاه تهران یه داور 600,000 تومان بهش بدی مثلا بالاترین رده، بعد ازش انتظار داشت یه بازی تو تهران 5 ساعت وقتشو میگیره، بعد بره مثلا بازی، بعد همشون هم سالم باشن، همشون هم درست کار کنن؟ معلومه توی سیستم داری یه کاری میکنی این داور رو به سمت کاری که نباید بکنه سوق بدی. الان این همه حرف و حدیث تو تهران به وجود میاد به خاطر اینه که ما بهشون خوب توجه نکردیم. ما باید توجه درست بکنیم، باید هزینه بکنیم و به این هزینه به چشم سرمایه نگاه کنیم. باید بار بازی‌های تهران رو کم کنیم که بتونیم پیشرفت کنیم. این الان پیشکسوت‌های ما تو تهران 2 رده مسابقه برگزار میکنن رقابتی. آخه پیشکسوت باید بیاد دور هم بگه، بخنده، لذت ببره، نه اینکه بیاد دعوا کنه. کتک کاری شده تو بازی پیشکسوت‌ها. دست یک داره، لیگ برتر داره، امتیازش نمیدونم 2 میلیارد الان. خب واسه چی آخه؟ اصلا دلیلش چیه؟ پیشکسوت‌ها معمولا دیدیم میگن مثلا یه جایی یونس شکوری بود لذت می‌بردن، اوکی. نمیدونم چرا اینقدر خودشون رو درگیر کردن. امیدوارم که درست بشه. نمیدونم چی بگم. بازیکن‌های پایه ما، بازیکن 13 14 ساله از همون اصلا فوتبال بهش یاد نمیدن. بازیکن میاد صورت داور وای میسته، اعتراض میکنه، بعد یادم گرفته دیگه تلویزیون صدا رو نمیشنوه، دستاشو بالا پایین میکنه، دستاشو میبره بالا پایین. بازیکن مثلا یه بازیکنی که تازه داره رشد میکنه، تازه داره میاد بالا، یه مسیر رو شروع میکنه، فقط اعتراض کردن یاد. متاسفانه یک بخشش اینه که شما میفهمید، یک بخشش عدم برخورد صحیح داورای ماست. داورای ما متاسفانه شجاع نیستن، همشون نه، یه عده زیادیشون هم 50% شجاع نیستن. حالا نمیخوام بگم زیاد. به نظر من مهمترین مشخصه یک داور خوب اول شجاعت. درست. یعنی من اگر یک روزی یه جایی مسئول بشم، اولین چیزی که برام مهمه شجاعت. شجاعت رو داشته باشه تو وجودش، بقیه چیزا رو تو میتونی زبانش رو میتونی خوب کنی، بدنش رو میتونی خوب کنی، قوانین رو میتونی بهش. ولی کسی که ترسوه تا ابد هم تو روش کار کنی، این شجاع نمیشه. به نظر من مشخصه اصلی یک داور شجاعته و تا وقتی ما داورای شجاع رو برای داوری جذب نکنیم، داوری ما همینجوری پیش میره و اون بچه هم همونجوری یاد میگیره، فکر میکنه باید با اعتراض کارشو ببره جلو و این میشه که الان اوضاع ما الان هست.